نمیدونم از کی به این فکر افتادم که باید یه چیزی رو بنویسم که موندگار بشه. نه روی کاغذی که تا بشه یا توی گوشی که خاموش بشه. دوست داشتم روی یه دیواری باشه که سالها نفس کشیده باشه. یه خونه قدیمی توی کوچه‌مون هست که همیشه کنار دیوارش یه مرد مسنی نشسته. همیشه دوست داشتم روی اون دیوار یه چیزی بنویسم. یه چیزی که بهش جون بده، روح بده، حس زندگی بده. یه روز دلم زدم به دریا و رفتم باهاش صحبت کردم. گفتم میشه من روی این دیوار یه شعر بنویسم، یه دیوار قشنگ بسازم ازش براتون. خیلی خوشحال شد اتفاقا و کلی هم استقبال کرد. منم شروع کردم به نوشتن. هر کادری که میکشیدم، هر خطی که مینوشتم، انگار سبک میشدم. انگار اون دیوار قدیمی یه دوست قدیمی بود برام.